خوش آمدی من خودت که خواهری قیامتی منو به حساب میروی ما خدا نیستیم ما اکا و خواهریم دیگه سودی تینجی دیگه چی گپو اینو چی شده؟ آخی راستی گپ چیکار کنم نمیدونم آخی اینمی پیش خطونه که قده که اکا مسئولیت کنی آمدم آخی هم دختر تان کلین کلونی مای دوستش میدارم جانم در روی هم سه نویر حق مای نه که همین این اولی ساله ششم باره قر کرده اومدیسته یه روشه بیوی نمیدونم چی کار دختری به عقله یقم سوی چی میگه خیش تبارو چی میگن آخی بخدوی همین را فقط فکر میکنم پیش نظرم با رحمتی و چشت اما ایله شما پیش نظر میایی هم قدر خوبی بدیم که زنک خوبی او بایه کودکاشون هم قدوست میدارن هم بچم هم کیلن جانشون داری کودک هم قناسی میبینم که اگه شما هم با نیت قدشوی خونه ما آمده بودن یک گپی خوب گفته بودی که خمیرم ماش دختر پوش گفته بودی با همین نیت آمدی خونه جانش داری کودکاشه نغزی میبینه که خودشم بچم هم خنام نبیر آمدش میدارم موقع حیف نکنیم من بی جوانو را میگم یک نصیحت شو کنیم یه راه شبیویم باش موقع هم در جهان دیده تر اینه که با تجربه زندگی تان زیادتره آخی التماستون نکن یک فکر هم کنیم آخی خدا نمیدونم چی کنم پیش کی مسئلت کنم نمیدونم یه مسئلت دارم همین دختر که اومد حالی میگوی اومد من یک کمتر گیزلگی میکنم و قهر میکنم و اکد با یک گپ میکنم همون گپی مرا خودت آبمیتی راضی میشه اینشالا کار نول علا نول میشه کار حل میشه فهمیدی؟ مالش چی کاری میکنیم بکنین همین یک کاری کنیم که زندگیشون خوب شوه برای ما دیگه هیچی در کار نیست همین خارج دارم هیچی در کار نیست این اخجامه السلام علیکم ما آمدیم بین بیا که دختره که بیا السلام علیکم بابا جان رو پیش بابا جانش السلام علیکم نغزی سوزی داری نبیره صدقه سوزی تینجی چو کده اومدیم بو ای بیا علیشه جونی بیا بچه شیرینی می نبیره که خدای خیلی نبیره خیلی آزوده داریم که و گفتی ماما چم خسلوه ای خسلو بگوی همه ما خسلویم تن خسلو چاییم هم خسلو چاییم همه ما نمیخیلیم خیلی هم نداره که می اومدی نغز اومدی خیلی اومدی برا بولیش که برا بولیش که داری بچه جونی بچه خوبی هست که حالی جیوچکت میخرم خیالی جیوچکت نمیکنم زندگی تمام دیگر مرا نصیحت وصیت نکنید تمام اینا کودکم هم گرفتم اومدم کلی وزمی شلخی گپا نگو یک دو روز نبیرم قطعی من میستن کودکات وزمی شلخی گپا نگو نه یکم کودک من نمیتم قطعی خود میستم من دیگر با شوهرم زندگی نمیکنم بسیار نه قهر کرده اومده باشی بسیار نه که ما پدریم قبول میکنیم زندگی نمیکنی خواهی شوهرت اختیارت زندگی نکنی اختیار نکادی هر قرکده اومدنم راستی گپ ای بای گفتی گپ پای مردم حاضر اندیشه کردم فکر کردم که خیلی میکنیم همه ما یه شرط دارم ما تنها همین دختر ما به همین قدا داده بودم شکنده طاقت داده بودم حاضی خانه ما گشته که آوردنت خطا طاق آمده ای خانه ما خلاصه خطا طاقت قبول میکنم با این کودک ما کار ندارم فهمیدی؟ بگی خدای جو کجان داره بگی بر این نویس های خطا مالش قده این هم خیلی شرطه اگر ها بگن دیگه تموم یا این طرف یا طرف این هم خیلی آخی نبیراتو نکو تمام سلام من خطا گشته قبول میکنم نه که انای نبیراده من کار ندارم فهمیدی؟ کار چون ندارم بگی برشون بگی من همش فهمیدم قده همش فهمو قده جان مالش خوب داری نویرو مرا بکشه یا دروز قطیم اومتون میسی نه؟ میسی قطیم اومت نمیره خونه ایمو خونه اکتون بریم مالش خوب خیلی نباشه ایلی شیر جونه که مردم شم قیادش کده کی اینجا دختر جان یا دروز فکرات پریشونه خود به خودت گپ بزنی؟ اینجا باشه یک چی باید اومد شما
همین قطعی خدا رحمتی اوچم بسیار ضرب المثل و مقاله خلقی را میگفتین. یک تایمو باید ماما. ها راست او چه تیه خزینه تپا تیار بود. خیر کدام ضرب مثل و مقاله خلقی اوچت با یادت آمدی تبا؟ او در باره زن شو میگفت کو؟ با یادم آمد خانه شو اره دارد اره شش پره دارد امین؟ اینه دیگرش بود کو؟ خیر با رحمتی اوچت در نیاره میگفت زن شوهر جفتی گو یکی مرد دریا زن گیردو باز یک دیگه شم درم است قهر زن تا خوش شدنی دوکه بانی قبله زن شوهر راست با یک اپی دیگر هم داشت اوچم. با یادم ناومد با جنگ زن شو سنجک دری خانه خندی دست میگفت. خیر بچم ایمی گپات همه خیلی خلاصه میرارم که ای کردگیت پشیمانی. راست شب بگم با گفتی خدا رحمتی اوچم تلخ باشه شور باشه خانه شو باشه میگم برم بچم فقط وقت میشه بچم خسلات نگرد برم بچم خوشبخت برم امنالک برم مالش تیز برم.